امروز جمعه است 26 اکتبر و شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. شعله گلخواجه هستم. درود همراه با شما. نخست میبینیم که کدام موضوعها مطرح می شود. اظهار پشیمانی نکرد. متهم اساسی در قتل سیاحان خارجی در دنغره گفته است انتخاب قربانیان حمله هدفمندانه بود. بانک جهانی ادعا دارد که سطح کمبیزاتی در تاجیکستان تا 20% کاهش یافته است، اما مقامات آماری 27% کمبیزات آن را پیش می‌آورد. مردم چی میگویند؟ میگن با میتن یوردن زندگیشون خامی گیردگی نمیمرن، اما زندگیشون چه رفته است. معنی شیشه سیاه در مسافرکش ها عملیات آغاز شده است. شرکت ها هشدار دادند ولی راننده ها میگویند مشتریان تاکسی های سیاه شیشه زیادند. مقصد های ماشین ما هم میفروین نمیشینن. ماشین آدم میبین میگن که ما 36 زکس کدگیم. حسین عبدالصمدов متهم اصلی در قتل 4 جوانگرد خارجی در مرافعه دادگاهی گفته است که از کاری کرده‌اش پشیمان نیست. بررسی پرونده عبدالصمدov و 14 نفر دیگر 23 اکتبر در دادگاه عالی تاجیکستان شروع شد و دیروز ادامه کرد. دادرس دادگاه عالی که قضیه را بررسی دارد میگوید حسین عبدالصمدov در مرافعه گفته است انتخاب سیاحان هدفمندانه بود، زیرا کشورهای آنها در شکست دادن گروهی به نام دولت اسلامی شرکت داشتند. حسین عبدالصمدov ساکن دوشنبه را رهبری گروهی میدانند که روز 29 ایول در دنغره سیاحان خارجی را با ماشین زدند و بعداً با کرد و تبر به آنها حمله کردند. بنابر حساب نوی بانک جهانی در تاجیکستان همگی 20% فقیران باقی ماندند. این هم در حالی است که تا 1 سال پیش این بانک شماری خانواده‌های زیر خط فقر قرار داشته را تا 30% ارزیابی میکرد. آیا واقعا وضع زندگی مردم بهتر شده است یا چینک‌های ارزیابی تغییر یافتند؟ همکاران ما این موضوع را تحلیل نمودند. گزارش را کیامرسی اتم تقدیم میکند. خانواده حبیب الله‌ها زندگی قشاقانه دارند. حالا مردان عائله در خانه نیستند و به دوشنبه برای مردکاری رفتند. زندگی آنها را نداشتن خانه مناسب و زمین کشت سنگین تر می کند. زلیخا کلین عائله می گوید اگر قطعه زمین می داشتند در آن سبزوات پرورش می کردند. خانواده بزرگ آنها در 3 ساتیخ به سر می برند. این زن مجبور شده است که همراه با فرزندان به عاقل بکوچد که همچون اتاق استفاده می شود. چند پیش این عائله به حکومت ناحیه برای قطعه زمین برای خانه و باغ مراجعت کرد، اما تا به حال هیچ پاسخ نگرفتند. کمبیزاتی هم عریضه دارم برای گفتن که یاردم میکنن. رفتم کمپیر خشتمان ما بردم امضا کرد نکی نگرفتم. بعضا به عائله حبیب الله‌ها نزدیکان مهاجرشان از روسیه پول میفرستند. چند سال آخر بنابر بحران درآمدی آنها نیز کم شده است. به هر حال هر وقت یاردم نمیکنه، یکی گوی یاردم میکنه. 3 ماه 4 ماه به بچه‌های شکر خدا رسید کار کردن خام 100 200 300 میارن با میتن یاردمشون زندگیشون خامی گیردگی نمیمرن، اما زندگیشون چه رفته است. تمام. در تاجیکستان نزدیک به 30% خانواده ها مثل عائله حبیب الله‌ها زیر خط فقر قرار دارند. اکثریت آنها در روستاها زندگی می کنند. В более теплое время года, когда есть больше урожай. در فصل گرمی وقتی موسم سبزوات هست و در حالی که فرستادن مبلغ از روسیه زیاد است، خانواده ها تا یک اندازه امکان برطرف کردن مشکلات اقتصادی را دارند، یعنی امکان استعمالی آنها بیشتر می شود و متناسباً سطح کمبیزاتی پایین می رود، چون این وضعیت اکثرا از بهار تا نیمه های تیر ماه ادامه می کند. означает, что у домохозяйств больше возможностей. معیار سطح کمبیزاتی در تاجیکستان از روی حد اقلی طلبات انسان به کالری ها معین کرده می شود. یعنی فعلا این 2250 کالری است که 190 сомони یا معادل $20 در ماه را تشکیل می کند. То есть, когда мы говорим продовольственная черта бедности, это также как синоним к крайней. وقتی ما سطح کمبیزاتی استعمالی میگوییم یعنی این به معنای فقر است. برای معین کردن کمبیزاتی استعمالی ما به استعمال کالری در خانه ها تکیه میکنیم، یعنی هر قدر خواجگی ها کالری استعمال میکنند آن را ما به پول برگردانده حساب میکنیم. کارشناسان بانک جهانی از آینده کاهش فقر در تاجیکستان خوشبینند. آنها میگویند این روند به عامل‌های خارجی و داخلی به مثل تامین اهالی با جای کار و انتقال پول مهاجران وابستگی دارد
که در این اواخر بیشتر شده است. چون در گزارش از مهاجران سخن رفت روز گذشته در شهر مسکو فورومی بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه برگزار شد. هیئت تاجیکستان را در این فوروم محمد سعید عبیداللهیو رئیس مجلس ملی و دیگر وزیران کشور نمایندگی کردند. در جریان این شورابینی وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفته است هرچند بیش از 354,000 شهروند این کشور در روسیه سقوط اجتماعی پرداخت میکنند، اما بنابر نبودی سازشنامه میان دو دولت نفقه گرفتن نمیتوانند. موضوع دیگری داخل شده را از همکارم عبدالله شروف میپرسیم چون جریان این شورابینی را پیگیری داشت. عبدالله سلام. گفته می شود تاجیکستان از روسیه بیشتر کردن مهلت بود و باش مهاجران را درخواست کرده است. می شود بگویی که مشخصاً مقامات تاجیک از روسیه برای مهاجران چه مقدار مهلت خواسته است؟ سلام شهلا. تاجیکستان از روسیه خواست مهلت بود و باش بدون قید مهاجران را تا 3 روز و مهلت عمومی آن را تا 180 روز افزایش دهد. عین زمان شهروندان تاجیکستان در روسیه حق دارند تا 15 روز بدون قید مکان زیست و با قید مکان زیست تا 90 روز در قلمروی روسیه باشند. این درخواست تاجیکستان از زبان سومنگل تقایزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شورای فدراسیش صدا داد. به خاطر بهتر کردن شرایط بود و باش شهروندان دو کشور در قلمرو یکدیگر، ما پیشنهاد داریم که مسئله آزاد کردن آنها از ثبت محل اقامت 30 روز مقرر شده مهلت عمومی بود و باش آنها در روسیه تا 180 روز دراز کرده شود. این گونه شرایط امکانیت قانونی فعالیت مهاجران ما را بیشتر کرده، شماره مهاجران غیر قانونی را خیلی کاهش می‌دهد. وزیر مهنت تاجیکستان گفت تا 180 روز دراز شدن مهلت و بود و باش همچنان حادثه های مرگ و میر مهاجران را در صدمه های نقلیاتی هنگام عبور مرزها کاهش داده از تحصیل کندن کودکان از بین می رود. حالا بنابر قانون های مهاجرت در روسیه شهروندان خارجی از جمله نابالغانی که در مکتب تحصیل میکنند مجبورند هر 3 ماه مرز روسیه را عبور کنند و در نتیجه چند روز از تحصیل دور میمانند و اجرای این کار از خانواده ها خراجات علاوگی طلب میکند. خب عبدالله طوری گفتی در دایره این فوروم همچنان میز گرد و شورابینی های دیگر نیز دایر شد. جانب تاجیکستان با چه مسئله ها را با مقامداران روسیه در میان گذاشت؟ درخواست دیگر شهلا اوفی مهاجران کاری در روسیه بود. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه از حکومت روسیه دعوت کرد که مهاجران کاری از تاجیکستان را اوف کند. سفیر در یکی از میزهای گرد در دایره این فوروم از مقامات روس خواست به مهاجران خصوصا در شهرهای کلان مسکو و سنت پتربورگ امکان دهند تا در یک مهلت معین اقامتشان را قانونی کنند تا که آنها به یگان ترس دیپورتاسیا به مرکزهای مهاجرت آمده حجت‌هایشان را درست کنند. ضمناً بنابر حساب مقامات تاجیکستان حدود 170,000 شهروندی تاجیکستان در روسیه در روی خطای سیاه روسیه قرار داشته حق عبور مرزهای این کشور را ندارند. خب مقامات تاجیک پیشنهاد خود را کردند و ما منتظر میمونیم که جانب روسیه برای آسان کردن کار و زندگی مهاجران تاجیک این درخواست را به نوبت میگیرند یا خیر. تشکر برای صحبت عبدالله. من برنامه را ادامه میدم. در راههای دوشنبه برای معلوم کردن ماشین های مسافرکشانی 36 عملیات را آغاز کردند. هرچند قانونگذاری تاجیکستان سیاه کردن شیشه های پیش نقلیات را تا 14 سانتی متر اجازه داده است، ولی شهرداری پایتخت از حکومت خواست که مسافرکشانی با چنین ماشین ها منع شود. برای یوسفی و مومن احمدی گزارش میدهند. شرکت‌های خدمات تاکسی در شهر دوشنبه استفاده ماشین‌های مسافرکشانی 36 را منع کردند. سلام علیکم. یک تاکسی در کار تو پیش اپرا بالت. اپرا بالت را بکنم؟ فقط تاکسی 36 باشد. 36 از کجا نداریم. برای گرفتگی هم میشه. حاضر نداره 36؟ نه دیگه نداره. منع استفاده از ماشین‌های 36 با درخواست شهرداری دوشنبه صورت گرفته است. راننده‌های تاکسی میگویند شرکت‌هایشان با ارائه پیامک از آنها خواستند که از استفاده شیشه‌های سیاه در شهر دست کشند. این در حالی است که راننده‌های تاکسی میگویند شماره مشتریانی که مسافربرهای 36 را می‌خواهند خیلی زیادند. مقصد این ماشین‌های ما هم می‌فروشند، نمی‌شینند. ماشین آدم می‌بیان میگن که ما 36 زکس کردگیم. مقصد
мефрояна да дигар мошинаи 36 да мешинан мераванд. шаҳрдорӣ мегӯяд ҳадаф таъмини амнияду бехатарии мусофирон аст. бо ин ҳол бархи сокинон вуҷуди теъдоди аз таксиҳои сиёҳшишаро таъкид мекунанд. ба қавли онҳо баъзан ҳолатҳо мешавад ки зарурати аз назари мардум пинҳон монданро пеш меорад. وقتی در خانه کسری داشتیم کسری وقتی زنگ زدیم از سکوری تاکسی تیز اومد وقتی ما برایت همسایه چی گفتیم وقت تاکسی 36 قدی همون جای حالت شید معنی که خیلی فایده کنه همسایه مثلا درک نکنه که ما چی حالت داریم یا میگم مثلا علاقه هم نکرد وقتی بیماری آوریم تو بالین سر تاکسی 36 این جهت خیلی فایده کنه داره. аммо теъдоде аз сокинон ба вуҷуди таксиҳои сиёҳшиша ё бетафовутанд ва ё муқобиланд. اگر من تاکسی زکس کردن خواهم اگر آمده ماند شیشه سیاه باشد من قبول نمیکنم. برای ما نکن مهم نیست سیاه هست نیست می‌واریم تاکسی با برای ما مهم نیست. шишаи сиёҳи мошинҳо аз соли 1995 дар тоҷикистон ба манзури он ки гурӯҳҳои ҷиноӣ аз он истифода накунанд мамнӯъ буд. аммо соли 2009 парлумон иҷоза дод ки сокинон бар ивази супурдани маблағ шишаи мошинҳои худро сиёҳ кунанд. соҳибони худравҳо барои сиёҳ кардани шишаҳои худрави худ ба буҷет аз 2500 то 3100 сомонӣ месупоранд ва тақдири он таксиҳое ки иҷозаи истифодаи шишаи сиёҳро барои 1 сол харидаанд зери суол боқӣ мемонад. дар вилояти хатлон мақомоти бедоштӣ аз воридоти даҳо тонна гӯшти мурғ ва моҳӣ яхкардашуда ҷилавгирӣ намуданд. сабабашро дар пастсифат будани ин маҳсулот маънӣ дод мекунанд. муайян ва бозпас гардонидани ин миқдор гӯшт боиси камчинӣ ва парҳези сокинон аз истеъмоли он шудааст. гузориш дар ин бора аз Орзуи Карим ва Шодмони Ятим аст. дар ошхонаҳои шаҳри бохтар маркази вилояти хатлон пайдо кардани хӯрок бо гӯшти мурғ тақрибан ғайриимкон шудааст. ошпазҳо мегӯянд муштариҳо бештар гӯшти гову гӯсфанд дархост мекунанд. гӯшти мурға кам истифода мебарем, фақат гӯшти гов барем. барои ки харидораш камайд. кам шудани таваҷҷӯҳи сокинон ба гӯшти мурғу гӯшти қима ё моҳии яхкардашуда баъд аз рейди мақомот ва намоиши он дар расонаҳо ба миён омадааст. мақомот аз роҳи ёфтани даҳҳо тонна гӯшти мурғу моҳии яхкардашудаи бесифат аз марз пешгирӣ карданд. 131 тоннаи 240 килограмм рони мурғ ва 38 тоннаи 730 килограмм моҳии яхкардашуда бинобар сабаби ҷавобгӯ набудан ба қоидаву меъёрои санитарӣ ва стандартӣ бозпас гардонида шуд. сокинон мегӯянд ба ин маҳсулот ки аз хориҷи кишвар ворид мешавад шубҳа доранд. бархе аз нигоҳи мазҳабӣ аз истеъмоли он эҳтиёт кунанд, бархе дигар аз сифаташон метарсанд. اگه مویش کم کم میخورم و گوشت مرغ نمیخورم نکی نمیخورم واسه برای چی نمیخورم خیلی که هر خیل میگم دام را روسیگا با که مقصد که همی خدمت طبیعت خدمت و خیلی که مقصد چی نیست اگه مرد دستکشی خدیم باشه اگر خیلی که ایجا مثلا چون نمی ای فرش همی چیزو استعمال نمیکنم من شخصا خودم. مقامات تاجیک در 2 سال اخیر تلاش دارد گوشت و تخم مرغ به کشور کمتر وارد شود. گوشت مرغی که در خود تاجیکستان استحصال می شود همین باید استفاده بریم. کارخانه‌های پرنده پروری تاجیکستان سالی بیشتر از 2000 تن گوشت مرغ تولید می‌کنند، در حالی که ساکنان کشور دستی کم به 63000 تن گوشت مرغ نیاز دارند. و بینندگان عزیز یک خبر دیگر هم داریم. شرکتی گوگل دوام 2 سال اخیر 48 کارمندش رو برای آزار جنسی از کار رانده است. میان رانده شده ها 13 مدیر ارشد نیز هستند. در این باره مدیر کلی شرکت سوندر پیچایی خبر میدهد و میگوید در صفحه بالایی گوگل به امنیت کارمندان خود در کارگاه توجه جدی ظاهر میکنند و هیچ شکایتی را به پاسخ نمیگذارند. با گفته مدیر کل هیچ کدام از افراد رانده شده بعد از کار رفتن کمک پولی نگرفتند. و دوستان 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، اما شما میتوانید خبرگزاری‌های مهم تاجیکستان و جهان را از سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org و آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بخونید و تماشا کنید. ما فردا برنامه خبری نداریم، اما صبح بر وقت از نوید بامدادی میتوانید با نوگانی‌های تاجیکستان و جهان آشنا شوید. تا فردا، خدا نگهداری. هر کس